الله متعال میفرماد وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب جهنم در انتظار آنهاست، اینها به دوزخ خواهند رفت و بئس المصیر، و چه بد سرانجامی است، چه بد جایگاهی است، چه پایان بدی است دوزخ. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا، وقتی که به دوزخ میافتند، وقتی که به دوزخ در می آیند، وقتی که اونها رو می اندازند، القوا فیها، انداخته می شوند در این گودال عظیم در دوزخ، سمعوا لها، از داخل او می شنوند شهیقا، فریادهای بسیار ترسناک و گوش خراش و بد و تلخ رو، صدای فریاد کسانی که افتادن قبل از او و عذاب میکشند، صداهای خود سوختن آتش دوزخ و صداهای انفجارهای عجیبی که در داخل جهنم اتفاق میفته. سمعوا لها شهیقا، در اونجا فریادهای گوش خراشی به گوش آنها خواهد رسید. و هی تفور، در حالی که دوزخ داره فوران میکنه، داره غلغل میکنه و داره میجوشه از شدت گرما و حرارتی که در دوزخ هست. تکاد تمیز من الغیظ، نزدیک است که منفجر بشه، متلاشی بشه، تیکه تیکه بشه دوزخ از شدت آنچه که در او میگذارد. کلما القی فیها فوج، هرگاه در داخل این دوزخ گروهی داخل میشن و انداخته میشن، القی فیها، وقتی که گروهی انداخته میشن داخل این دوزخ، گروهی، سألهم خزنتها، نگهبانان دوزخ که 19 نفرن، علیها 19، 19 نگهبان گماشته شده است بر دوزخ، از اونها میپرسند کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، آیا پندی به سراغ شما نیومده بود؟ آیا صدای پیامبران به شما نرسید؟ آیا دعوتگران به شما گفته نشد؟ آیا نام قرآن رو نشنیدی؟ آیا از اسلام هیچ خبری نشنیده بودی؟ آیا نمیدیدی که مردم میرن به مساجد و عبادت میکنن و نماز میخوانن؟ آیا نمیدیدی که مردم میگوین اللهی وجود داره، خالق آسمان ها و زمین و دینی است و این دنیا مزرعه آخرت است، این دنیا محل آزمایش است و بعد از این عالم دیگری است، اونجا بهشتی است، اونجا دوزخی است؟ آیا این دعوت به تو نرسید؟ آیا به تو گفته نشد؟ این حکایت نشان از این داره که الله متعال هیچ بنده ای رو تا به او دعوت نرسه او رو عذاب نخواهد کرد، چون کلما القی فیها فوج، هر وقت که گروهی به دوزخ در می آیند، سألهم خزنتوها، نگهبانان دوزخ از او میپرسن الم یأتکم نذیر، آیا به شما پندی نیامده بود؟ کسی که شما رو بترسانه، آیا دعوت به شما نرسید؟ آیا به تو گفته نشده بود که همچین پیش بینی برای تو شده است و همچین مسیری در انتظار توست؟ آیا گفته نشده بود؟ و اگر به کسی دعوت گفته نشه و نرسه به هر دلیلی، و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، الله متعال در سوره اسراء میفرماید من هرگز عذاب نخواهم کرد قومی رو که به اونها رسولی فرستاده نشده، به اونها دعوتگری نرفته و نگفته، شخصی که به او دعوت نرسیده، خبر نداشته که اصلا اسلامی هست، قرآنی هست، پیامبری هست و حساب کتابی هست و دوزخ و جنتی هست، برای این شخص عذابی نخواهد بود. الم یأتکم نذیر، اونها میگویند آیا به شما نرسید پند و پیام رسانی؟ آیا کسی شما رو بیم نداد از آنچه که پیش روی شماست؟ میگویند قالوا بله به ما گفته شد، قد جاءنا نذیر، به ما آمد پند و اندرزی، پیامبران آمدن به ما گفتن، دعوتگران به ما گفتن، به من دعوتگری میگفت که اسلام هست، که قرآن هست، که پیامبری هست، قیامتی هست، بهشتی هست و دوزخی هست، به من میگفتن این چیزا رو من میگفتن، اما متاسفانه فکذبنا، و ما تکذیب کردیم، گفتیم آقا برو ول کن ما رو، همه اینها دروغه، آقا کشف که این چیزا، ول کن، حساب کتاب چیه، بهشت و دوزخ چیه، تقی به تقی خورده و دنیای به وجود اومده و همه چی از بین خواهد رفت و اون دنیا نه بهشتی است و نه دوزخی هست، بهشت من همین دنیای است. فکذبنا و قلنا، و گفتیم ما نزل الله من شیء، الله متعال هیچ چیزی نازل نکرده، چیزی از آسمان ها نازل نشده، دینی وجود نداره، پیامبر چیه، آخرت و حساب کتاب چیه؟ و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما کسانی که دعوت میدید ما رو، شما کسانی که فکر میکنید آخرتی هست، حساب کتابی هست، دوزخ و بهشتی هست، شما در یک گمراهی آشکاری به سر میبرید.
آقا ول کن این چیزا رو، برو خوش باش، وقت تو تلف نکن. این بیچاره ها رو نگاه کن، دلشون رو خوش کردن به اینکه قیامتی هست، حساب کتابی هست. اینها دنیا رو برای خودشون ترک کردن، لذت‌های دنیا رو ترک کردن. اون نمیدونه که من و توی پیرو الله متعال در لذتی زندگی میکنیم که این لذت رو اون هرگز در این دنیا هم تجربه نخواهد کرد. و گفتن ان انتم الا فی ضلال کبیر. اونها اعتراف میکنن روز قیامت به این اشتباه خودشون، به این تکذیبشون و حتی جملاتی که میگفتن ما به اونها میگفتیم شما در گمراهی آشکاری هستید. و قالو، و میگویند لو کنا نسمع، و قالو، و گفتند. الله متعال حتی فعلی که برای اینها استفاده میکنه، گرچه درباره آینده صحبت میشه و دوزخی که پیش روی آنهاست، اما فعلی که الله متعال استفاده میکنه این فعل برای گذشته است. و قالو، فعلی که در گذشته اتفاق میفته. گفتند، گویی که این حقیقت چنان نزدیکه و چنان غیر قابل انکاره که اصلا انگار که اتفاق افتاده است، نه که پیش روی ماست. حقانیت دوزخ و جنت انقدر ثابت است و شکی در اون نیست که گویی اصلا جزء مسلماتی است که قبلا اتفاق افتاده و ما داریم درباره آنچه که اتفاق افتاده صحبت میکنیم، نه آنچه که قرار است اتفاق بیفتد. و قالو لو کنا نسمع او نعقل. و میگویند اگر ما گوش میکردیم، میشنیدیم و عقل خود رو به کار می انداختیم، ما کنا فی اصحاب السعیر. امروز ما در اهل دوزخ نبودیم، امروز جای ما در بین این آتش ها نبود. لو کنا نسمع او نعقل. اگر ما میشنیدیم. یکی از مشکلات اصلی اینها اینه که هرگز حاضر نیستن که گوش بکنن کلام الله متعال رو، حرف حق رو، در حالی که قرآن کریم همیشه اونها رو دعوت میکنه به گوش کردن. فبشر عباد الذین یستمعون القول. بشارت بده بندگان من، اون کسانی که میشنون کلام ها رو، فیتبعون احسنه، بهترین اونها رو انتخاب میکنن. در حالی که الله متعال دعوت میکنه این که بیایید و بشنوید، با اونها میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. شما این قرآن رو گوش نکنید، حتی وقتی که دیگران قرآن میخونن شما نگذارید که بقیه گوش بکنن، برید سر و صدا بکنید، برید اونجا مشکل ایجاد بکنید، به تعبیر امروزی خودمون پارازیت بندازید تا حق به حقیقت نرسه، حق به حقدار نرسه، به حقیقت آشکار نشه و مردم حق رو نشنوند. مشکل اینها این بود که نمیشنیدن. ابتدا هدایت از شنیدن شروع میشه. انسان میشنوه و بعد باید فکر بکنه درباره آنچه که شنیده. آنچه که میشنوی رو همین الان وقتی شنیدی بعد با خودت خلوت کن، بشین و تعقل کن، تفکر کن. اینطور نباشه از این حرف از این گوشت بیاد و از این گوشت بره بیرون. این گونه نباشه. حرف رو بشین دربارش فکر بکن. کسانی که دم از عقل میزنن امروزه و فکر میکنن که عقل اونها همه کاری عالم است و فکر میکنن که اهل عقل هستن، خودشون رو عقل گرا میدانن، این آقایان عقل گرا، این شخصیت های به اصطلاح خودشون روشن فکر، روز قیامت اعتراف میکنن که بی عقلی کردن، که اینها تاریک فکر بودن، که اینها اصلا عقل نداشتن، که اینها اصلا تفکر نمیکردن، که اینها اصلا معنای عقل رو نفهمیده بودن و میگوین لو کنا نسمع او نعقل. اگر میشنیدیم و عقل خودمان را به کار میانداختیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، ما از جمله اهل دوزخ نبودیم. اینها اعتراف میکنن که اشتباه کردن، اما چه فایده؟ اینها اعتراف میکنن که عاقل نبودن، که عقل خودشون رو به کار نینداختن و اینها اعتراف میکنن به این حقیقت، اما اون موقع دیگه فایده نخواهد داشت. فاعترفوا بذنبهم. اینها اعتراف میکنن به گناه خودشان. فسحقا لاصحاب السعیر. نفرین باد، دوری از رحمت الله متعال، لعنت بر یاران آتش، همدمان آتش، کسانی که به دوزخ میافتند. اون موقع دیگه چه فایده ای داره این کار رو کردن؟ اون موقع اعتراف چه فایده ای داره؟ اون موقع دیگه دیر شده. الان وقت فکر کردنه، الان وقت اندیشیدنه، الان وقت اینه که من و تو بشینیم کلاه خودمون رو قاضی بکنیم و فکر بکنیم که چرا الله متعال مرگ رو بر زندگی مقدم کرد در ذکر آیه الذی خلق الموت والحیات. مرگ یعنی چی؟ بعد از مرگ چه خواهد شد؟ کی مرگ من تو فرا میرسه؟ اگر همین الان مرگ من فرا برسه من چیکار باید بکنم؟ آیا آمادگی داری برای مردن؟ آیا حاضر هستی برای مردن؟ آیا چیزی پیش فرستادی برای قبر خودت؟ برای بعد از قبر خودت؟ بعد از مرگ چیکار میخوای بکنیم؟
بعد از مرگ در قبر با تو چه اتفاقی خواهد افتاد. ولو این که شک داری درباره قبر، آیا مرگ رو که شک نداری میمیری، بعد از مرگ چی کار میکنی؟ داخل قبر هزاران سال چی کار میخوای بکنی؟ روز قیامت وقتی که خارج بشی از قبر چی کار میخوای بکنی؟ میلیاردها میلیارد سال بعد از حشر شدن در صحرای محشر رو چی کار میخوای بکنی؟ فکر بکن و توکل بکن به الله متعال و شروع بکن قبل از اینکه حال من و تو به این وضعیت برسه.